شونه شوکیم گزارش میری جان زاهدم بچارو کیف کن دیگه 17 یا 18 گزارش سلام علیکم ما جان علیک سلام آبا جان چه چیون کورته باور که چونینا گزارش نگفته می من گنوه کیه بچا من ما یک گزارش تو گم دیم دو پا میری من زانو کیف کن نامنتی بچا نامنتی کور بزان تو کاسگی بلوک بزان تو نواسگی شرری 3 2 1 عبرک چیه که تا همه پرتالی کنن نلوتی تنک ما گزارش ها بگره تا ما گزارش به چا نواسگی نلوتی ما کات ما تا یعنی تو می گزارشان حراب بکنه هن چه گزارشان نلوتید صبح شایی بزاعت که گله کچه تا تو می گزارشان بجن حراب تراب کن که شاهی سبای چمک همیشه گله کن چی گو دیگه شاید داری بزاق آیه تا پا کشت کشار هور نه پا چنه هوره گیا هم کشی هور نه کشت و کشار شاهی ور نه شاهی خبرم پاکی نمن ما بله شاهیش پا ای کار ارد کته من پا دیگه کارم منو گوشن که لیب جا منو بگو خبرنگاری منو بگو مردمی کار مردم کار کنه تا پا مردم ها شهر باید یه مردم کار بکنه پا با تا مردم کار کنه دیگه نه پا مردم حالا برو کار بکن چونه عمل من موجود تو گوش مردم که مردم یعنی من تو همین مشمی همسایه بیبی هاتو ماشماه هوری که منی ملکو میتک بو پیشگام تر رکن من گوشم مردمی کار یعنی چی تو نشته که تو پیشگاه تر بید تا برو شاید بیچه کمک یه بکن بله تو برو یه روچه زمین ها کمک ببی برو آماده تا کن بگندی آی دل واش بیته آتی براته هم تی پیته هم تی براته دل واش بی برازات کامتی گام بگند تو بگر کمی تاره این گرانگرا نروه کمکی نباید تو کمک بیگونه آهندگه تبینه تا من زنده گاش ما یعنی دوستی بکنه محبتی بکنه دیگه نه که تاکا پرکا ببه تو برات این گر برات اون گر دیگه یک دیگرش میسرا بکندی خبرو بکن کلاگو بگریته یا باتی چون چو بلگرد ببه زیر مردم شهر مردم تو برا سمیمین بیتن تا ما زنده باشیم و سمیمین برند دیگه ما آنگو خدا بزن یعنی باور کنم من ما که تی پنت همه گوه ما سر چه امان کرد تی پنت اش سر من چه امان مروارید گاری وجه کجایی می لوگبانو این منی زنده همراه می مروارید واه واه کجا اهرش سلام تو هم زمه وعلیک سلام بچا مرواره من گوشون که حق من تر بگوشون تو منی چمانی نوره تو منی ساو نفس لا 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 همین ماده گلایشو آب چای لوچه به واسه دوست آب و چه؟ آب و چه تو منو بده؟ توبه تو بید وجه جنین گلهاش کنوره نمان شی احمکیه که بگوشون که بیا تو من آبچاه بده همین که تو من منتوارم که چو که داشته و چاشت شامان پینه کنم اگه تو من موالا کنور کنم چی؟ تو سنده تو اینو؟ هنوها تو هم من وشتو عکس بگیره من راه ده پتیپه باور کنم پا ناکو بارا عکس راه ده بگو بچه شنبل ود من کاره کن دم بسا بیتر بابا بگو بچه چو دلسی ها ود من هن دیگه شر تو همین منی که را بوشت من هم بیچاره من قبوله انتر قبوله شنبه پیوست که ترا تباهی حبت هست مره چی بحث تباهی ارکنگو شا تباهی گه؟ او تباهی 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 گو تباهی تباهی
همین بو جاهای باور که تباهه گن شوانی تباهه من نه درستی مردمان و شبی تباهه تو چی بود؟ چی ارکنگه؟ من گوش تباهک ارکنگو همشه سلیم گپیت که من جهنم سلین گپی نهد و عشین گپیت دورین گپیت پچی که یک گزارش بیتکم تو دیگه تو چمی تباهگان گزارش گیره؟ چی بگرم؟ تباهه شرطترین چیز چیه من گزارش بگرم؟ دنیا بیر گزارش اگی جا حقیقتین که ای تباهه جا بیارید بچه اگه من الان ای تباهه بگرم پهپانی زانه نامیه ورگی زانه ارکنگی زانه لحت یا هن نامی بلکه نهش کته شی یک ملکی ورگی مر وارد ها تو بوش تو هنو ترچا تو چونی گیرم و تراز این کشتی بمشن جاه بیایه؟ بچه برینجان از جاه میره تو اول برینجان گرین خب بعد چکر توری لتباهه گیم تباهه بانوکانو تو چا؟ توی بزو بله جنینان پیدا کنم شروع کنم من چی کنم خب منی دارن تو زن چون کنم ما هنو بله اول توشان متشکن تو په چیزان جمجور کن شد سه پیلش راد زاهدان بابا یک ادقل شان بگندی دلی پال بیته بزان کشی چه بو و عطریه داری چه تامیه داری تباهی ایده تمیز کن برابر کن همین دیگه چی بگی چیه کنگه؟ بینی آیمی کارم کنده تو پچه بوده مزاحمه نه لکی منما جان حمل یر کنو بیا بچار ما جرمردان مرا دو گزارش گره ما چی گزارشی گره؟ دهنه تمام نبیته گزارش تا همه دا بیا مزاحم ببخشی نه هلشی گزارش کن من تری چمی تباهی ارکنه گزارش گی عدکنه تباهه حالا چه باری چونی گزارش گره ما که مزاحمه من؟ ولی خب بیا این رو دیگه بین آیت کاره انجام بدن تو چی کنه بودو؟ من مگه نیلونی من ما جان مگه من نهشتم ما الان کار گزارشی کل مجی کشور پخش می هامونی پخش مکن کل دنیا پخشی کن اصلا تو بگیره ما گزارشه اوه کیا جان می چمانی روک سلام علیک یا الله وعلیکم سلام جور وجه داد سلامته ما باشون تا چطوره دم نوشتاتگه برین لوگا منتوارم الله تعالی عزت بده آتکان یه نامه چه اداره دیم داده به خانم بلوچ و سجین حقوق تدریسان وستا آیا شماره بدیم چونی نامه کی آجا خیری آزمونی پر رسمی به یک وستا گرانتش بعد تا پونشی که وتر برسه اینا زاهدانه زاهدان رو بگلوتی ها خیره انشالله انشالله کیا جان من شما بگو از رین تو اکا من شهر نه والا منتوارم بله من اشتاب من باید برونه بله تی حالا چه مزار دودا گرگم که تو گزارش گران و دیم دیگه به زایدانه ها می حالا ها وجه من هر روز ای گزارشان گرم منی حب و امید چیگن که من چه گزارشگر رادوم برون تلویزیون گزارش ببم انشالله هر کاری که رندگیری ببیته آکار پکا شهر بیته انشالله تا موفق به من تی خبران یادم یعنی باور کنه که من وقتی درستی امید و تماه و پا و حقان گندگو که پوره بیانه شاباش انشالله تا موفق به واشی ندارم واش دل کل بعضی هوا تردیسا هیچ نظاری چی بکنیم ایشون زهده روی جمال سر دادم هیچ نظاری چون بکنیم تو حتما بروی؟ همینطوری هیچ نظارتی بردیم چوک من چون برم از زاهدم خوردین چوک چون برون زاهده مرواره تو هیچ نظام چیه وشه چیه چون بروار تی دل پریشانی چیه مثلا میشی گوشه من چون برام من وقت منی پیت برام بودن چوک شمایی بداره هیچ مرا من بگوشه من هردین چوکشی گوری من نتونم ها
نامه ذاته که برو زاهدم هی مرا زاهدم بیتین چو؟ حالا شما بیای صبح چی بارد صبحاره باره بعد دیگه یک کم که برن تا شاهی ها بزیره بره همه وقتی مسرحت ها بتنه شی هم هست اولا صبحاره بارین و پدا هم من نزن صدا سیما چون نکام بکنم این صدا سیما و ارزش جوانا شون بازی هم کارین که منش باید بکنم چی گوشه تو؟ همشی که من تو را زاهدم دیگه سن تو هم سرگره؟ فلوت تانا برو یا تیپه تا بره چون نکام هم من تو ری حمل جان موت دارو تو کاران طبقه امتحان تبده بیا پشمکپه بیا واجان بیا یه پاره بیا کم ساعت رو برسته توار کم ساعت پر سوار کر نمیش چی کنته ناکو جان من گوته 2000 لبس کته اگه لوته ترونتر برستر جا کو سالوت کنم بی 4000 پروای نیه نه پروا نه سوار کرده دیگه واکی تو راننده ایه بیا یه راشر پاره شده بیا واجان بیا یه راشر پاره پشمکپه بیا واجان بیا یه راشر بیا واجان بیا که پشمکپه کامل گوشون شما باز عمل میکنید چون که هنی هوا سردگرمه چونه بی راه چوکا دیگه نادراهی بگیرید که چوک خوردینی چی دوله نساگیته من چوک نادراهی نگیه چی باور که ناکو سباه ترین که نام زاهده نیش کته گله الان هندی ریکه باور کنه بابا شما را ور رو بگی پرچی های نامی کنه فشتشو بجه سر بجه من این طرف هاچی شاید دیره کسی کنی شان چیکاره ناکو مارزر ها مردانشون سیت شاوکار موچنو بله یه گریب طرف هاچی قبولش کنی من نوانسه گرگم پرواح نکن پیت داته باش منتوار وجه باش خدا حافظ واشه ناکو جا خیال داری کنه چند ودا کرسته پدا منا اطلاع بده چمان سر سفر ما هر جا که ره همه ما و هنجا اولی بر مزاهده نرفته تو من چکو تو تو چون نزان چونه کنه ولی چهارتون سک سکتون الان هنلوتون داره هر جا منطقه برون هنلو زاهدان دیگه ملکی مواره اگر تو چون دلسه هفته ما تو زورو چوک داره نه اگه نزور داشتی زورو که همون که من رو فهمتن توشی تو یه بره صد رنده باشه چوک همو بزود چوک چوشین تو کول داته تو لبز داته بابا چوک هم الان من زورون زادانی زورون برگشتنی زورون درست جان زورون تو پریشان چیه؟ من
ادامه و یک دو ساعت امتحان ها تهنامه یک کلاس آموزشی هم لیکتگه هنو من نزانی مرچی برجم داره گه بنت یا نه بل تو دعا کن که مرچی هر دو می کار بگیشته تو ماشمه انشالله بریم پوتی ملکا انشالله جوش مجن گیشتگه تو فقط هوش و سار به امتحان که بس یک دو کار من ها شان کنه اکبم برابر بیته برو دیگه هوش سار به امتحان کنه دیگه کجا؟ ای چوک چوک که به من داری 2 ساعت باید امتحان دو تو این کاری راهیته که چوک به من بزوره هنی تو هنه کی گوشت من چوک نزورو تو به هم چو گلایشه من گوشه برو امتحان بده من روان پوتی کارم انت 100 سال من چوک هلون تو بده من رفت تو دیر بود پدیل من بیش و هم ده ته بلنده 1 2 ساعت من که امتحان ده حالا است تو هور روی من رفت خدا مروارد ما پتی کارا یحتگیم باور کن من یکی منو حمل پتی کارا یحتگیم فقط من هم جا لحت کارن گیشه ننشای تو باور نکنه ما هنو دب درس دا سیماه تو هله ما بره و دانچه واشه مردم وجه پهل که ما باید حقت شما اول سلام علیکم کرایه دار پهل جان کرایه کرایه ها پهل که ما بلک سلام علیکم نه مروارد رسته واش سر امتحانه بابا جان هوش و ساره بوتی امتحان بکن تر کار نه اده من چوک داشته هان دیگه وشون تر من سره بروسه نی من چوک داشته دیگه گمنه ها برا چوک هیچی بعد زنگ جنو چوک ماشین بومنی آجام بوش ندارم دربست ره رو دربستی؟ بله کجا رو؟ شهر رو ولی 3000 تومان چه شهر دن توافقی هرچی واجا من هیچ نه نیسته هرچی که تو بگوش من دوم بله من دن چه شهرم کار هست داخل شهرم کار نبی واجه جن داخل شهرم کار داری بیرون شهرم کار داری اینجوری که نمیشه عزیزم داخل شهر بیرون شهر من بچه رو گم کردم باید پیداش کنم هر طور مونده هر جا باشه چه داخل چه بیرون ماشین چه شکلی بود ماشین چه رنگی بود چی بود ماشینش ماشین رنگی نزانم هوشم پرته بله ما دنبال ماشینی میگردیم که یه بچه توشه دیگه این آسون تره نمیشه برادر تو خدا بر تو رحم کنم و بر تو دعا میکنم اینجوری که نمیشه برادر عزیزم بدار ندرو بدار در بست هر جا که بروه من زانو کراهان حاجی توه زاک کجا منی ندرو شکری احته تا چونی پیسه هازی گوتی حواس جمع که زاگر بیاوشت کرتا ماشین تا حاجی منتوار خدا ترام ری بده تی حواس کجا خدا تر خیر بده باور کن هنچ دل پشتو یه ماسی داری مگو پزور من داته باشه کجا هازی کجا کرایه من تی کرایه داتا یه دیگه کرایه هازی مهد کودک اگه بورتینه 35 دقیقه 40 دقیقه بوده خرجی بیشتره بود زانه چیه حاجی جان بله خیر نداره پا من چوکی سر بیا ندارم منتو آقا با کی کار داری؟ سلام علیک جور بندی باش بفرمایید با کی کار داری؟ گفتم برم داخل بگم اینجا باید بگم بله اینجا هم باید توضیح بدی 3 سال من گزارشگر خبرم تو بخش خبر گزارشگر اولم شدم همینجا تو همین صدا سیما تقدیر شدم الان میخوام بیام گزارشگر سیما بشم گزارش تهیه کنم و به شما بگم که من این کارو میتونم 38 تا گزارش الان تو این موبایلم دارم میخوای نگاه کن اینا به ما مربوط نمیشه با کی کار داری؟ گو که آقای میری مدیر کل آقای میری هر کجایی مشکل نداره مدیر کل؟ شما آفیش شدین؟ آفیش من جا یارم من همکارشم شما بگی همکارتون اومده شنبه روزکار از فیروزآباد ببین منو میشناسن یا نه آقا هر کی وارد سازمان میشه باید هماهنگ بشه باید آفیش بشه
شما هماهنگ شده؟ من وجه آقای میری جایاری من با آقای میری زنگ بزنم آقای میری منو میشناسه. یه لحظه. سلام آقای میری. حالتون خوبه؟ آقای اومدن باهاتون کار داشتن. تحویلتون؟ زنگ نلوشی واجه خوش می همکار شنبه روزگار شنبه چه پیروزآباد شنبه روزگار از پیروزآباد. آها باشه چشم. بفرمایید. دیست واجه منتوار همکار بونه. آقا با وسایلتون میرین داخل؟ قربونت وسایل برم. اینجا بذارین. این وسایل نیست بچمه فوقش تو اون دفتر تو می‌نویسی یه نفر و نصفی به مدیر کلم زنگ بزنی اون حرفی نداره ما همکاریم عزیزم یا نه اه، دست در نکنه این بچه رو نگه دار شیر خوش کن همه پوشک و ایناش داخل کیفه نه آقا نه بفرمایید. یه لحظه نگه دارم برمیگرد بفرمایید. منتوار منتوار سلام علیک واجه میری جان بابا یک فنتن درگید برای هر ترین درگید سلام هر روز گنو کو یا الله یا الله یا خوش آمدید واجه درد سلامت چین که گنو باور که او دردانگیر ابراهیم یا الله واجه آرمزه جان جور ندرو واشه جور درد بفرمایید. یک گله چطور دار می وجه حلق و دمک پیرزاباد سرباز تو می های گزارشی مگره زن ما بلنه بگوشن سبزو که تو تا های روزگار از این ورا بیخبر وجه ما کول بلوچا همه ها رستونیه یعنی گوشی که ما بیایه دیگه گروم بگی یک سره یاره یه شما زیارت کنه باور کن به خاطر خاص شما آمده شما محبت داری خدا وکیل حلال زاده ای همین الان داشتم حرف شما رو میزدم نه اینکه چیز بدی بگم موضوع هم سر گوشیم بود که هنگ کرده بود گوشی هم کده پچی؟ به خاطر ارسال گزارش های جنابالی باور کن اینقدر گزارش فرستادی که حافظه و مموری گوشی کلن پر شد الانم که هنگ کرده دادم همکارم یه نگاهی بهش بندازه شانس بیارم درست بشه اپا منه بچه دوشی من چو حیران بودتا من پک کتا که یا خدا من 24 دم گزارش دیم داته 17 دانه هیتیک نوارته یا تیکیش وارته بزن به دست شما نرستگم پروای نه میری جان بیا 17 چه منویتی گوشی بچه بیندرو پس روزکار یه واجه شاباش واجه ماشالله بته تی توار وشکتت وادیتا و تی جنده ندیسته واجه وشته واجه منتوار ندارم بله خودشونن جوانی فعال و پر جنب و جوش تو واحد خبر صدا فعال بودن ولی با پیگیری های این چندین ماهه و ارسال گزارش های متنوع و متفاوت آزمایشی قرار گزارشگر تلویزیون بشه واجه یک چیزی ما شما رو نگو ها یک نپری منو باره ما شه معرفی نکو ای واجه حملهانه حمل نامی منی زهگه واجه ماشالله تی زهگه ماشالله به حالا چرا با خودت آوردیش اینجا؟ شگه واجه میری شگه یارگه کسه هدراجی که هنو بیلی بعد ترگوشون واجه میری من لحظه گزارش به تو دیم نداته ید شان مچانم به مدیر کلن دیم داته ها هیچ چیزی نگو حاجی یعنی میخوای بگی سر گوشی حاجی هم همین بلا رو آوردی؟ آخه مگه من به نگفتم برای ارسال هر گزارشی با من هماهنگ کن واجه
مدیر کل هیچ اعتراضی نکن، چونی لایک مردم مهربانه. یعنی 3-4 بار مزاج ته جلسه بته من گوشت واجه مدیر کل گزارشن دیمجدم گوش دیمجده 10 بار دیگه مزاج نشته من گوشت گزارشن دیمجدم گوش دیمجده. چه مهربانه باور. والا چی بگم، من که از صبح تا حالا ایشونو ندیدم ببینم مهربون هستن یا نه. آی میری یک کاری بکن، دفتر کجا مدیر کلی نبیمش ما برم گندنی. آقای روزگار به این سادگی ها نیست. مدیر کل هر روز چندین جلسه دارن، قبلش باید هماهنگ بشه. هماهنگ کاری دارید؟ الان تو واجب به مدیر کل زنگ بزن بگو هر جلسه یده بعد از آی می جلسه به نبیده. باشه بذار قبلش یه زنگی دفتر آجی بزنم ببینم چه خبر. من نه تو زنگ بزن بارو. الو سلام، خوبی؟ حاجی هست؟ جلسه دارم. خیلی خوب، ممنون. جان؟ جلسه ندارن ها؟ خیلی خوب، ببین من تا 5 دقیقه دیگه با یه جوونی میام که راه دوری یحتگی. نه منظورم که از راه دوری اومده. منتوارم. بچه آقای میری شیگ گوشن کار شی لاکن کاریه یک دمان تو گوشی زو زنگ جد من کار تیار بو خدا گوشی تو بسور ما و کاران کنم بلور تا اجابت کنم نهش کتا گید پا در رین دیگه. خدا بگم چی کارت کنه آقای روزگار، بلای سر من در آوردی که اصلا نمیدونم به چه زبونی دارم صحبت میکنم. بلند شو به قول خودت چسبه بری. واقعی شانس آوری واجه، همین مروی چیهته همین مروی چه ملاقاتت که واجه ماشالله برته بره ندرم پدا. ببخشید معطل شد. جان یالا باور کم مدیر کل جان ما من جمع بشه من دیتره هنچی روی چی و عقدار بودتگم که شما رو بگیرد من چمه روشن بوده. واجه میری جان دیگه تا خزانه من حاجی آقا ایشون آقای روزگار از روستای فیروز آباده. بله. جوانی بسیار فعال و پرجنب و جوش. باها تو واحد خبر صدا به عنوان گزارشگر افتخاری فعال بودن. یادتون هست که چند وقت پیشم به عنوان گزارشگر نمونه توی برنامه تلویزیونی ازش دعوت کردیم. بله خاطرم هست. با توجه به فعالیت‌های اخیرش میخواد به عنوان گزارشگر تصویری هم فعال بشه، البته با صلاح دید شما. خواهش میکنم. اصلا خدمتشون. خب اگه با بنده امری ندارید من مرخص میشم. خواهش میکنم. بزنید. راستی جان حتما به موجیتون بگین اسامی برندگانی که دیشب توی برنامه اعلام شد تو برنامه امشب حتما مجددا اعلام کنید. چشم. منتوار واجه میری باز زحمت کرد. آقا خیلی خوش آمدید. اونم فیروزآباد، یکی از روستاهای دورافتاده و مرزی. واقعا خوشحالمون کردید. منتوار واجه هنچین شب بوده واجه مدیر کل من نصف شب پشما گزارش دیم داد من لوگ بانو گوشه نصف شب من دیم مده مشان باباشی مدیر کل مردمیشان شب روز نیستن واجه شما منی گزارشان چارته؟ همشون پشو دیم داده؟ بله گزارش شما رو دیدم، هرچند با گوشی تلفن همراه گزارش رو ضبط کرده بودید، اما چون از مکانها و جاذبه‌های تاریخی و گردشی استان بود برای ما قابل قبوله. اما یه سوال آقای روزگار، چی شد که تصمیم گرفتین از قسمت رادیو و تولید رادیو بیاین تلویزیون؟ بچه رادیو من کار کته باز بله گزارشانی که من پکارم تلویزیون بهتره. پچی مثلا من لوتر رقص دو چاپی یا گزارش بگیرم من شو رقص دو چاپی ته رادیو تونم بگوشم ولی تلویزیون پیش داری صحبت گرن ناچه چون بهتره حاجی باور کن شمار فلشه چیزی که ما شو بتونه گزارشم چاره من ته گوشی هستم من لوتو عالیه. احسن. ما هم هدفمون نشون دادن همین فرهنگ و آداب و رسوم و نیازهای جوانایی مثل شماست. من تو باور کن بازین گزارش منطقه بگرم من سواس تو گزارش بگرم اگاندو تمسا پوز کوتا چه دنیا یا همشه چاره من تو گزارش بگرم چه کل پیرزابادی روستایان کل ارزشان فرهنگی غذایان من تو گزارش بگرم اگر شما بروسته بکنی سر من. بله قبول میکنیم، هرچند شما قبول کو؟
قبول کن شما من کاره؟ البته با توجه به سابقه همکاری چندین ساله شما با ما، ولی باز هم من فکر میکنم شما نیاز به یک سری آموزش های لازم دارید. من توصیه‌ام به شما اینه که با چند تا از همکاران ما در واحد خبر و تولید سیما یک مقدار همکاری خودتون رو بیشتر بکنید تا تجربه بیشتری کسب کنید، تا ما هم انشالله خدا توفیقی بده بتونیم به مرور زمان امکانات بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم تا بتونید محدوده و منطقه خودتون رو تحت پوشش قرار بدید. باز باشه. اوه من باز منتوارم. آجی بله هنی من چون بکنم؟ نگران نباش، یک لحظه اجازه بده. الو آقای میری؟ سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت. آقای میری، الان جناب آقای روزکار من اینجا خدمت شما. یک دوربین طی مراحل اداری، یک دوربین تصویربرداری بهشون تحویل بدید، آموزش‌های مربوطه رو حتما ایشون ببینن، کارت خبرنگاری هم برایشون صادر بشه. خیر نه خیر، ایشون قبلا واحد رادیو کار میکردن، خبرنگار رادیو بودن. یکی از همکاران رسمی رو بگید به جایشون امضا کنه. ممنونم، تشکر، خدا حافظ. واجه من باز منتوارم. نزانون چی بکنم واجه پس شما. واجه یک روچی با همکاران بزرگ بیای همان بمیتک. باور کن چون کنه ما گریبیم بله ما رو هشکه نگه شما رو خواهش میکنم. باز منتوارم. قربان شما. واجهی سالم باشه. خیلی خوش آمد. روزکار جان این هم شیوه درست و صحیح تهیه گزارش خبر بود که بهت گفتم. یه لحظه اینو بذار زمین. اگه مشکلی دیگه چیزی داشتی میتونی از همکاران بپرسی، برات توضیح میدن. این هم کارت خبرنگاری، بفرما. کارتیجه؟ نه. اینو به همین زودی؟ واو خیلی خوب قبول. فقط یه چیزی باور کنی باشه. یعنی این کارت به صورت واقعا فقط یه چیزی هم که باید دقت بکنی اینه که یک سری از اخبار تاریخ مصرف داره، متوجه میشی؟ دیگه ما اشتاق غذا و کامپوت و شاهان تاریخ مصرف دور ریچن، بله خبر دیگه چه تاریخ مصرفی ها. منظورم اینه که باید تو زمان خودش خبرها رو برامون ارسال کنی تا پخش بشه، وگرنه تاریخش بگذره به دردمون نمیخوره، به اصطلاح خودمون بیات میشه. تو این کار روزکار گوش کن، تو این کار دقت و سرعت حرف اولو میزنه. آقا من تو رو من بلوسه داری اعتماد میکنیم به من یعنی؟ بله اعتماد. بابا شما یک گزارشگر درجه یک انگار سرباز و فیروزآباد داری دیگه، اعتماد میکنی؟ بله. خب دستت شو کنه. خیلی خب قبوله. چون هیچ که به من اعتماد نه. 22 سال بود. با خدا هیچ که چون شما زحمت نکش. اگر من هبران باور نکنی کال من کاله آقا. اگر نه این دست باور کن. این دست یعنی چی؟ یعنی برابری این دست یعنی ها یعنی قول یعنی برای چی باور کن. حالا جمع کن اینا. آقای میری جان من انشالله خبره به جا خبران به پوشش آفرین. راستی روزکار بچت کجاست؟ تی چوک تی زه کجی؟ من چوک دارم یا کجاش یه بلای سرمه شمی همکارم همین جریان دید دو نفر خانم همشا بود. من زانم که خدا بلای سر برو مراقب خودت و بچت هم باش. هر جا میری گزارش میگیری کارت خبرنگاری نشون بدی بگن داستان میشه. آقای روزکار شما وقتی که شما رفتیم بچه همش کلافه داره گریه میکنه. اوه شما رو بچه بسیار شدیم پوشکشو عوض کردیم، به شیر و خوش داریم. آخه مادر این بچه کجاست؟ بچه باید پیش مادرش باشه. من گوهار مادری امتحان دارید. جنینه وقت بچه انجام کنم بیچاره گو رابطه امتحان بدانته چوکیان داتا من یا صدا سیما که منی کار بگندی چین چوکیان نبته اکر دل سیاه بکن بله من از آنو شی تنیدی چینجا ندیسته غیر نو تو اپو دویده و مزار که این دیسته بیچاره گو ها تو ازیاد بوده
ها مرواره جوری درده چونکا بو امتحان برابرت واوا ما هم برابر یه تگ اداره ورزش و کماشان مسکران کو جوانا تو چا مرواره چی حملی نام مگر که اعصابم خراب باور کن شوگری تی چوک ما دیگه شرطری ملکی نبو حاجی داشته که بیا حمد من زحماس کن نه گمان نه همون ویلون کره مسکران کو خب چونه کن باره من مدیر کل باهدن بگندو ها دیگه این کرای احتگ و مدیر کل مگندون دیگه ارمانه تی کار حلته حالا من رون تتا ها یا شکوبله من زانو تیم به حلته بچه یه دیگه کاری کنو باندت یا مدیر کل گندو هنیان تی رندار رنجای شهره این شپی جوش مجن سلام چا کجین؟ چونه یهته چو ودی بنده خدای بازی کنه پریشان مبه پچه داتا بیچاره که دستیه مکن ای دوربین چه کجا؟ بلکه زورت دپه نه؟ کارت که گومنه باشیه که من نزورته منش داته زانه چون بو؟ تو بگو اولی ده چون بو؟ ده هیچی هندو با امتحانش که بر کلاس منطقه بانده باز برابره شگره نبو که بره چی برابر شرطره؟ زودتر بگشیم بریم ملکا پچه ده محتر بین سارت هست شنبه؟ آن دیگه من ربطون صدا سیما مدیر کلوندی تو گوشه که من مدیر کل ورزش جوانان مگندون برای من گله نکنته شان دل ناظر کن توش نزانه یکی رو بگنده یا مدیر کل مگنده شان پدر ده بنچه مردم چی تو کجا رفته گه؟ تو بلا گپا من پتو گوشم این شپی کجا بره؟ مدیر کل صدا سیما زنگ مجنو با وابجا یا نه ورزش جوانان زنگ جنو گهتره نشان چوشن که مردم پاپایا که زنگ بجن حرام هریش تکن که بیا لوگو مایده منطقه نه لوٹی گوان کنه ری خانه معلم خانه معلم بره؟ ها خانه معلم گهتره پچه آن پدرد بکنه باز برابره بره تو یه چیز بیزن جمع که مرا بردو عمله بره
دنیا